سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام نصب فیلتر شکن فوق العاده عالی مایموبایل سکیور رو آموزش بدم که فقط آی پی آمریکا داره و نشت آی پی هم نداره. برای نصب این فیلتر شکن باید به یک فیلتر شکن دیگه متصل باشیم که اینجا من از این فیلتر شکن استفاده میکنم که قبلا آموزش نصب این فیلتر شکنم داخل ویدیو هام گذاشتم. وارد این فیلتر شکن میشم. اگه آی پی آمریکا هم متصل بشیم خیلی بهتره. من اینجا آی پی آمریکا داره، ضربه میزنم که متصل بشه. خب متصل شد، برمیگردم وارد مای موبایل سکیور میشم. اینجا بگین را میزنم، اینجا نکست را میزنم، یه دسترسی میخواد که بهش میدم. اینجا این تیک را میزنم و آی اکسپت را میزنم که باهاش موافقت کنم. اینجا اوکی را میزنم. اینجا یه ایمیل میخواد که شما میتونید از ایمیل گوشیتون استفاده کنید یا یه ایمیل فیک استفاده کنید که من اینجا از یه ایمیل فیک استفاده میکنم. برای ایمیل فیک از برنامه تم میل استفاده میکنم. وارد برنامه تم میل میشم. اینجا یه ایمیل برای من آورده که کپیش میکنم و میام اینجا پیستش میکنم. این تیک را میزنم. اینجا ایج را پرسیده که سن رو پرسیده که باید بالای 18 سال بزنیم. من اینجا 25 رو میزنم. اینجا جنسیت رو پرسیده، میل رو میزنم، گزینه اول رو میزنم. اینجا زیپ کد پرسیده که یه زیپ کد آمریکا باید بدیم، مثلا 180 911. حالا من اینجا 180 رو استفاده میکنم. اوکی رو میزنم. اینجا این شماره 2 رو میزنیم، زیاد مهم نیست. اینجا گفته که سنتون زیر 18 است، نو رو باید بزنیم. اینجا گزینه اول رو میزنم، نکست رو میزنم. اینجا هم نو رو میزنم، اینجا نکست رو میزنم. تقریبا کار تمام شده. خب اوکی تمام شد. از این پایین این دکمه رو میزنم که اینجا بیام این دسترسی رو بهش بدم که باید این دسترسی رو بهش بدیم. اگه ندیم برنامه بار دیگه واردش بشیم از اول شروع میشه. خب وارد مای موبایل سکیور میشم. این تیک اینجا رو میزنم. اوکی رو میزنم. تمام شد. اینجا از این پایین دون رو میزنم. تمام شد.